خب دوستان عزیز، برنامه کنسرتی رو ادامه میدیم. برای شما یک مونولوگ کوتاه را قرائت میکنم. شاید احساس کنید که آن نسبتی چی است. مرحمت گوش کنید. مادر جانم، تو را دوست می‌دارم. چقدر این لحظه ها را انتظار بودی، چقدر آرزو میکردی که مرا در حلقه مخلصانم بینی. میدونی مادر، در دلم یک علم دارم که تا امروز برایت افشا نکردم. صحبه های کودکیم را به خاطر می آورم. آن لحظه ای که بار نخست مرا از دستانم گرفته سوی دبستان می بردی. در راه با چشمان محبت به من نگاه می کردی و سرم را سیله می کردی، آغوش می کردی. ها مادر، ناگفته نمانم، لباس های بهترین را برایم خریداری کردی. لنته های من بسیار هم زیبا بودند. قدم می ماندم و چهره خندانی تو را دیده باز قلبم شادان می شد. همین طور حرف ها را آموختم و معلمه اولین من گفت جشن الفبا می گذرانیم، زیرا شمایان همه حرف ها را آموختید. در جشن الفبای من در قطار تو مادر همه والدان دیگر همسالانم نیز اشتراک میکردند. همانو که به جشنم وارد شدی، نمیدانم با علم میگویم، دو نفر مادران همسبقان من تو را اشاره کرده به هم دیگر خنده میکردند. هم مادر خنده میکردند. من که کودک بودم به خنده غرضناک آنها اهمیتی نمی دادم. سرفهم نمی رفتم که این خنده صمیمی آنها نیست. خنده آنها دیر دوام کرد و هنوز که صنف بالایی بودم، هر لحظه تو را نزد دیگر مادران و والدان با سخنان ناجا گویا که در قفای دویم نشینید، لباس شما کهنه است، بی‌زیب است. با مثال چنین سخنان دل مرا لرزان میکرد. آن سخنان، بله دوستانم، مادر من بسیار زنی خاکسار عادی لباس میپوشید. اکنون که من درک میکردم خنده صمیمی را از خنده بی‌غرض، میخواستم مادرم را زیبا بینم، با پیراهن زیباترین. میخواستم برای مادرم لباسهای بهترین را هدیه کنم و مثل دیگر مادران مادری من با لباسهای زیبا به جشنم وارد گردم. بعضن از مادر خود گویا که خفه می شدم و این در قلب من بود. لیکن مادرم که مادری بسیار خاکسار بود، دلی پاک دارد مادرم. میدانید چشمانم را چی کشاد؟ دوگانه هم ریحانه نزدیک دوگانه من است. روزی به خانه اشان رفتم، میدیدم که ریحانه کرته مادرش را آغوش کرده فریاد کرده گریه میکرد، بوی مادرش را میکافت. زیرا مادری او 6 ماه قبل دنیا را پدرود گفته بود. به خود گفتم آیا من خوشبخت نیستم؟ من خوشبختم که آخر مادر دارم که با جانش مرا دوست می‌دارد، با تمام قلبش آینده درخشانی مرا از خداوند می‌پرسد. اکنون از این صحنه بلند به همان نفرانی که
به سیمای باطنی انسان بها میدهند گفتنی هستم. خود شما سیمای باطنی زیبا دارد یا سیمای ظاهری شما زیبا نیست؟ سری فرود سر خم میکنم، فرود می آورم به همان مادرانی که ظاهراً باطناً زیبا هستند. مادران زنده هستیتان، زنده باشیتان. کسی که مادرش دوست می‌دارد یک قرصک زند. بگذار مادرانی ما ظاهراً باطناً همیشه زیبا باشند. مادر را سیمای باطنی سیمای ظاهریش زیبا میکند. اینک به صحنه شهزاده بانو را دعوت میکنیم برای مادرش، برای کل شمایان مادران عزیز سرودی مادر را هدیه میسازد. شهزاده برای شما میسراید. خاکی پایت سجدگاهی قامتم، آستانت آسمانم مادرم. خاکی پایت سجدگاهی قامتم، آستانت آسمانم مادرم. دردهایت را به جانم میخرم، ای همیشه نوجوانم مادرم. دردهایت را به جانم میخرم، ای همیشه نوجوانم مادرم. ای بهشتی نازنینی زندگی، چشم ورودی روانم مادرم. ای بهشتی نازنینی زندگی، چشم ورودی روانم مادرم. ای نظرگاهی عزیز و اولیا، شب چراغ و داستانم مادرم. ای نظرگاهی عزیز و اولیا، شب چراغ و داستانم مادرم. با تو باشد زندگیم گلفشان، زمزمی و چشم جانم مادرم. با تو باشد زندگیم گلفشان، زمزمی و چشم جانم مادرم. با سرودی علت گشتم کلام، ای خداوندی زمانم مادرم. با سرودی علت گشتم کلام، ای خدا
همیشه نوجوانم مادرم آستانم آسمانم مادرم تشکر زیاد مادرم همیشه زنده باشه اجازه دهید تشکر زیاد اجازه دهید برای مادرم مینداری خود را بیان کنم که با دعای مادرم با دعای پدرم من در همینجا هستم تشکر زیاد شما عزیزم تشکر زیاد